توصیه من به شما این هستش که دوستان درود. امروز میخوام با شما در مورد کارت پیار و شرایط تمدید کارت پیار صحبت بکنم. همونطوری که میدونید شما وقتی که پیار میشید، اقامت میگیرید، به شما یک کارت میدن که به مدت 5 سال اعتبار داره و تو این 5 سال باید 2 سال رو در کانادا به صورت پیوسته یا ناپیوسته حضور داشته باشید که بتونید اون کارت رو تمدید بکنید. اینجا 2 سناریو رو میخوام با شما مطرح بکنم. یکی تو سناریوی اول این هستش که شما کارت اولتون رو گرفتید و دفعه اول هستش که پیار میشید، و سناریوی دوم این هستش که کارت دوم یا سومتون رو دارید. این 2 سناریو با هم دیگه شرایطش فرق میکنه که باید بهش دقت داشته باشید. بذارید یک مثال براتون بزنم. شما یک کارت پیار گرفتید در 2022 که 5 سال تا 2027 اعتبار داره. شما هفته گذشته رفتید سفر و امروز دارید از سفر برمیگردید. در فرودگاه افسر میتونه از شما سوال بکنه که خب شما توی 5 سال گذشته چه مقدار در کانادا حضور داشتید. خب شما اگر که 2 سال رو بودید قبلا، خب میتونید بگید که من 2 سال رو بودم و من تا همین الانش هم این شرط 2 سال از 5 سال رو به جا آوردم. یا اینکه اگر نبودید، به فرض شما 3 ماه بودید توی از 2022 تا کنون، این بحث رو میتونید مطرح بکنید که خب کارت من 2 سال دیگه اعتبار داره، بنابراین این 2 سالی که باید تو کانادا بمونم و در آینده میتونم پر بکنم. ولی اگر کارت دوم یا سوم شما باشه که دارید، آیا شرایط به همون شکل است؟ خیر. این چیزی هستش خیلی بهش دقت نمی‌کنن. ببینید شما فرض بکنید که کارت دومتون رو دارید که 4 سال اعتبار داره. شما امروز کارتتون رو گم میکنید و وقتی که میخواید تمدید بکنید کارتتون رو، شما نمیتونید این بحث رو مطرح بکنید که اوکی کارت من 4 سال دیگه اعتبار داره، بنابراین شما باید اتوماتیک به من یک کارت بدید. این تعهد 2 سال از 5 سال دقت داشته باشید که یک تعهد سیکلیکال یا دایره‌وار هستش، یعنی که در هر نقطه از زمان به عنوان پرمننت رزیدنت، به عنوان پیار، به عنوان مقیم دائم، شما باید 2 سال رو در پشت سر خودتون داشته باشید. بنابراین شما وقتی که این کارت دوم یا سوم که الان 4 سال اعتبار داره و امروز گمش کردید، ممکنه زمانی که میخواستید این کارت رو بگیرید در اون نقطه از زمان شما 2 سال رو داشتید، ولی الان که 1 سال گذشته یا 1 سال و 6 ماه یا 2 سال از این گذشته، شما وقتی 5 سال عقب میریم لزوما اون 2 سال رو پر نکردید. بنابراین اینکه کارت شما 4 سال دیگه اعتبار داره یا حتی 5 سال دیگه اعتبار داره به این معنی نیست که به شما اتوماتیک یک کارت جدید میدن. یا اینکه تو فرودگاه وقتی که وارد میشید افسر میتونه از شما سوال بکنه، بگه اوکی شما الان کارتی که دستتونه 3 سال اعتبار داره، 3 سال آینده، ولی 2 سال توی 5 سال گذشته شما 2 سال رو در کانادا بودید و وقتی محاسبه میکنن میبینن که نبودید و این امکان وجود داره و گاهن اتفاق میفته و ممکن هستش که شما رو ارجاع بدن به دادگاه اداره مهاجرت برای بررسی شرایط اقامتتون. من اخیراً یک پرونده‌ای رو داشتم در دادگاه اداره مهاجرت که مربوط میشد به موکلی که کارتش رو گم کرده بود، کارتی که 3 سال اعتبار داشت رو گم کرده بود در بیرون از کانادا و ایشون فکر میکرد که به صورت اتوماتیک وقتی که اقدام بکنه برای گرفتن ترافل داکیومنت که به کانادا بیاد، خب بهش میدن اون ترافل داکیومنت رو و اینکه مشکلی نداره چون که 3 سال رو داره در پیش روی خودش و میتونه هنوز به کانادا بیاد و در صورتی که ردش کرده بودن و ما مجبور شدیم که بریم در دادگاه اداره مهاجرت و اونجا در اصل با اداره مهاجرت بجنگیم تا بتونیم که حالا با مطرح کردن موضوعات مختلف بتونیم که این پرونده رو برنده بشیم. پس توصیه من به شما این هستش که اگر که کارت اول پیارتون رو دارید طوری برنامه‌ریزی بکنید که تا پایان اون 5 سال 2 سال رو در کانادا اقامت داشته باشید و اگر کارت دوم یا سومتون هستش در هر نقطه از زمان مطمئن باشید که وقتی که عقب رو نگاه میکنید و 5 سال گذشته رو محاسبه میکنید تا کنون 2 سال رو
به اصطلاح ذخیره کرده باشید در نظر اقامت در کانادا. در مجموعه خدمات مهاجرتی و ترجمه درستکار میتونیم به شما در آماده سازی پرونده تمدید PR و همچنین ترجمه مدارکتون به شما کمک بکنیم.